از اینکه به یک بارگی پدری 3 فرزند شده است خوشحال است، اما فقر و ناداری این پدری کندهاری را ناگزیر به فروش فرزند کرده است، کاری که به هر پدری کمر شکن است. عنایت الله، رحمان الله و اسدالله برادرانی هستند که حدود 1 ماه پیش 3گانه به دنیا آمدند. احسان الله پدری این 3 برادر کندهاری می گوید که با گذشت 1 ماه دیگر توان نگهداری و تغذیه نوزادانشان را ندارند و ناگزیر هستند که 1 یا 2 تن از اینان را بفروشد. من مجبور هستم که یکی را بفروشم و 2 دیگرش را نگهداری یا 2 تا را بفروشم و یکش را نگه دارم، آن هم به خاطر مجبوری. سردی هوا در زمستان، نبود مواد سوخت کافی و بلند رفتن بهای مواد خوراکی به مشکلات این خانواده بیشتر از گذشته افزوده است. هیچ چیزی نیست برایشان بدهم، بسیار گرسنه هستند، به همین گونه شبها را سپری میکنیم. ما مشکلات اقتصادی داریم. احسان الله 3 فرزند دیگر هم دارد که به دلایل سنتی نمیخواهند در تصویر دیده شوند. میگوید کارگری میکند، اما بسیاری از روزها به علت نبود کار نمیتواند نان خانواده 8 نفریش را فراهم کند. مسئولان طالبان در کندهار میگویند احسان الله را شامل فهرستی افراد نیازمند کردند تا سازمانهای امدادرسان با او کمک کنند. همین لحظه این موضوع را با مقام ولایت هم شریک می کنم. انشاءالله با آنان کمک و همکاری خواهد شد. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 4 ماه پیش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور به شدت کاهش یافت و فعالیت شمار زیادی از سازمان‌های امدادرسان یا محدود شدند و یا هم متوقف. میلیون ها افغان اکنون در شرایط دشوار اقتصادی به سر میبرند. سازمان ملل متحد از یک بحران بشری هشدار داده و گفته است که بیش از نصف جمعیت افغانستان با کمبود شدید غذا روبروند. بیشترین آسیب را از این وضعیت کودکان میبینند. سازمان ملل متحد در گزارش 1 ماه پیش گفت که بیش از 1 میلیون کودک افغان به دلیل سوء تغذیه با تهدید مرگ روبرو هستند. در چنین وضعیتی رسیدگی به 6 کودک برای افراد نادار مانند احسان الله که یگانه نانآور خانواده 8 نفریش است کار دشوار است.